عزیزای دل سلام، امیدوارم که هر جا هستین جور و صحت و سلامت باشین. در کنار عزیزانتان همونطور خوش و خوشحال و سرحال باشین. دیگه شما رو یک بار دیگر خوش آمدید میگم به برنامه. امیدوارم که برنامه رو ببینین و لذت ببرین. خب دوستا، برنامه امروز از این قرار است که یک خانم که در خانه هسته چی کارا رو انجام میده و همین کارهای روزمرگی یک خانم امروز میخوایم که انجام بدم و خواستم که یک برنامه بگیرم و شما دوستان ببینین که خانمی که بیرون کار میکنه و چه خانمی که در خانه هسته، خانم خانه هسته، همین کارا رو میکنه. یعنی کارهای روزمرگی یک خانم هسته دیگه. اگرچند که وظیفه یک خانم نیست تنها، ولی خانوما همین کارا را وظیفه خود دانسته میدانم. من خودم که واقعا همون قسم هستم، فکر میکنم که اینمی وظیفه من هسته. و دیگه اینکه خانوما زیاد حساس هسته در خانه، یعنی هر چقدرم خسته که از بیرون بیایه باز دلش نمیشه که خانهشون ناجم کرده باشه و پاک نباشه، دیگه ظرفایش نشسته باشه یا دیگ نکنه. دیگه هیچ خانم دلش نمیشه. قسم هر چقدر خسته باشه پاککاری خانه خود میکنه، دیگه دیگ میکنه، دیگ کاسه میکنه و کلاشویی میکنه، یعنی بسیار کارا میکنه. هر در سر مخسته. آفرین به خانمایی که همینطور همت و غیرت و پاکخور هستن. دیگه ما خانما واقعا از فولاد ساخته شدیم، یعنی هم بیرون کار کو هم خانه کار کو دیگه. و خصوصا خانمایی که بیچاره طفل دارم هستن و به حال اونا دیگه هم طفل نگهداری میکنه، هم کار خانه میکنه، هم کار بیرون میکنه دیگه. اونا واقعا خانمای طلایی هستن دیگه. خب دوستا، حالا میریم و یک جای اوی کارهای روزمرگی خانما رو میبینیم که یک خانم چی کارا رو در روز انجام میده. و دوستان گفتن منه که سلام علیکم البته بعد از چی است؟ بعد از کارهای خانه و بعد از حمام چیز است. خب خیر، فرق نمیکنه. میریم و میبینیم یک جای. خب اینجا هم مادای شوینده است، یم برای شاور است و دیگه چند برای شاور است و این خیلی یک مواد خوب است که در حمام میزنیم پاک سفید میکنه. و هم برای دستشویی است که پاک میکنیم، برای کف خانه است، هم خوشبویه و هم همونطور پاک میکنه. و همچنان دیگه هم سفید کننده است، هم برای لباس و هم برای کمد و چیزا. هم دیگه شب پاک کن است، میگیرم و اول میرم شیشه رو پاک میکنم، بعد باز دیگه جاره. یعنی تیکه خیلی خوب است، خصوصا در شیشه هم یک بار که میکشه دیگه پاک صفا میکنه دیگه. اول منزل پاک میکنم که اینجا خانه خواه ما است، بودو باش ما است. باز میرم پایین بخیر. یه مسائل های آرایش مست که مدگت و انداختیم. خب میرم یک دفعه هوای بیرون هم از اینجا میبینم. امروز هم بیرون ابری و هم بارانی است و کمک شمال است دیگه. این هم گلک هم است. دیدین چقدر شمالک است، ولی گرمه، خنک نیست. خب اون معلوم میشه اونا هم گل گلاب است که بسته کچه خوشبوی میده. و اینالی شروع میکنم از شیشه. اول شیشه رو پاک میکنم، بعد میرم به جاهای دیگه.
خب اینا یعنی گد ویدیوهای دیگر رو جابجا کنیم. اینا از هم سخته جابجا کردنش، با خاطر که میده ریخت است، قدر سخت است. یا که این هم رنگ موی است که چند روز پیش آنلاین سفارش دادم، زیتونی، خیلی خوبیش و طبیعی و مویره هم نمیکنه آدم. من یک بار استفاده کردم، خیلی خوب بود، باز خوشم آمد. این دفعه سفارش دادم. این هم ضد آفتاب است که آنلاین سفارش دادم آورده. دیگه این هم ماسکای است که یک دوستم در سال نو بریم تحفه داده بود، دیگه که استفاده کردیم. دیگه این قدره که شما مانده، ایناش هم کم کم استفاده میکنم. این بری زیر چشم است. من اول ماسک خانگی جور که میزنم، باز یورد زیر چشم میزنم بعد از ماسک خانگی. خب دوستا یک چیز دیگه بگویم، اینی روغن سیادانه است که برای موی خیلی مفید است. نه آدم موی رو میشه و رشد موی هم زیاد میشه. از اینی استفاده کنین کسی که ریزش موی داره خصوصا. و یه متر دورو برای زن و مرد است، خیلی خوشبوی، خیلی خوشبوی باشه. کاری جارو زدن هم تمام شد، بچیدم هم تبدیل کردم، حال میبرم در ماشین مندازم دیگه. دوستا امی کار خانه رقم آدم خسته میکنن، یعنی هر چقدر هم که دیگه وقت در بیرون کار کنی یا چی کنی اینقدر خسته نمیشه آدم. در خانه دیگه آدم خوب در کار خانه خسته میشه. این در ماشین مندازم، ماشین 6 کیلویی است ولی من به نظرم که بیشتر از 6 کیلو انداختم دیگه، انشالله که خراب نمیشه. اینا برای 1.5 ساعت میمانم. برای لباسایی که دیرتر وقت کار داره 1.5 ساعت میمانم، برای بعضیش 1 ساعت، برای از اون فقط یک اوکش کار است نیم ساعت میمانم که ششتر شوه. کار خانه واقعا خسته میکنه آدم. یک جای پاک کنی باز یک جای دیگه از پیش میمانه، یک جای دیگه میمانه. خب خوبیش اینه که من از یک سر جمع میکنم و از یک سر پاک کنم. یک جای پاک میکنم، یک دفعه یک جای زود پاک میشم در میگه استپ بای استپ. حالا مواد میندازم داخل و منتر ایخو گرچند باید اندازه داشته باشه ولی من هم ترک کلی میندازم میرم دیگه. این خیلی خوشبوی و خیلی خوب است. این مواد قدر خانه رم خوشبوی میکن تا 2-3 روز خانه هم در خوشبوی میته دیگه و هم خوب پاک میکنم. خوبی هم شد دیگه. ولی میرم اول از اتاق شروع میکنم. اتاق یک شواب رو میکشم، در فارسی نمیفهم نامش یادم رفته دیگه چیه، امی صافی دیگه صافی میکشم. بعد از این خلاص شد باز دالیزه، باز امام پشنابه و خوبی اینجا که کف خانه چوب است، در زمستان گرمه. اینجا دالیش کوشی کردگیه. اگر افغانستان باشه اینجا رو کلن فرش میکنه. فرش خوب مقبول و چی است ولی شستنش هم سخت است که او را آدم خصوصا خانه کلان دیگه فرش زیاد میکنه، شستنش قد سخت، خصوصا پیش سال نو دیگه هر وقت سخته و یک ماه طول میکشه گوشی پاک کنی دیگه. حالی خوب هم کم است، خیلی سخت است فرشتن. وقتایی که بود خوب بود دیگه ولی یک ذره سخته به نظرم. خیلی هوا زیاد باشه که پاک کنه دیگه. اینجا مردم فرش مرش چیزا نمیکنه، در وسط یگان فرشک میندازه، یگان قلمچگه که دیگه موبل چیزا هست. توشک مشک اصلا وجود نداره، توشک مشک کس نمیشناسه دیگه. فقط ما افغانا و تاجیکستانی ها رواج داریم و دیگه ایرانی ها شاید رواج داشته باشه دیگه. این همینطور یک چی میکشه، یک صافی مافی میکشه خلاص دیگه. نه فرشش کنه
نه پشت توشک نه پشت بالشت هیچی نه. خب اونجا هم خلاص کردم. ولی زینه ها رستم. زینه ها هم یک صافی میزنم دیگه. ایدالیز پایین است. اینجا یک صافی گک میکنم. اینجا چیره آشپزخانه است. اینجا یک صافی میکنم. بعد هوا تبدیل میکنم. باز هم صافی خود تبدیل میکنم برای تشناب سوز. چون اینجا هم یک تشناب است. حالا تشناب اینجا پاک کنم دیگه. اینمی آخری میشه. آخری پاک کاری ما، یعنی آخری صافی میشه دیگه. خیلی زحمت کشیدم واقعا. خسته شدم بخی. این حالا میچسبم در اجاق. اجاق هم یک دوا موا بزنم از همون مرضش که رو پاک میکنه. از همون زید مرضش بزنم. این برای 15 دقیقه یا 10 دقیقه میمانم که خوب همون چیرک و پیرک و تمام چیش خوب همون کنده شد. با دنیای امروی سیم گرفتم. امروی سیم پاک کردم دیگه. امرویش هم صافی زدم. این حالا جور میکنم مثل اولش. دیدین چقدر پاک صفاش موتور. خب دوستا، بعد از پاکوری و بعد از خستگی دیگه حمام کردم. حالا مویم خوش میکنم. اینی هم ویدیوی بعد از پاکوری دیگه. بعد از پاکوری هم ببینید که چی تغییرات آمده. فقط تغییرات ای آمده که پاک شده. خودم میفهمم. یه هم قرآن جای نمازی است که جایگاه خود داره همونطور بسیار بالا. و یک شماله که میزن از بیرون دوستا که خدا بسته بوی گلاب میاد. همونطور از یک طرف خانه خوشبوش ده پاک و همونطور خوبش شده. از یک طرف دیگه از بیرون همونطور یک شماله که خوبش میاد بوی گلاب میاره دیگه. اوف چی کیف میکنه. انرژی مثبت میگیره آدم بعد از پاککاری. اینی هم گلک بود که در آشپزخانه بود. این را آوردم اینجا به خاطر که جوریش اینجا بود. اینجا آوردم در پیش کلکن ماندم یکیشه. و دیگه جای از یک دیگه خوشبوی دیگه را آوردم آشپزخانه. اینی هم خودی بنده خسته دیگه. حالا میریم میبینیم که اینجا چی تغییرات آمد دیگه. تغییرات فقط امی تغییرات پاک و صفا دیگه. این هم دستشویی است. اما هم بچی توی چیز هست. لباس ها که ششتم اینجا انداختیم. و همو چیزا موادای شوینده است یک جای جمع که ماندم. حالی میرم پایین دیگه دوستا. اینجا دو اتاق دیگه اینجا است که اینجا در هر کدامش تخت ماندگی است. برای میمان که آمد اونجا میره خواب میشه. یعنی هم گلم همونطور دیدین چقدر تر و تازه دیگه. من توشک مشک چیزا جور نکردم. فقط در اتاقا تخت ماندگی است برای میمان. اینجا دیگه میمان هم زیاد نیست مثل افغانستان. خوب اینجا میمان از وطن قوما فامیلا می آمد. اینجا هیچ کس نیست. یگان دوستا و یگان کسا که هست میای. بعضی وقت هم شو نمیشنه کس می و میره دیگه. روزا اینجا خیلی دراز شده. در تابستان اینجا روزا رقم دراز میشه که ساعت 2:30 بجه روز واز میشه تا 10 بجه رفته وسته. فکر کن دیگه 10 بجه هفته و میره. این هم آشپزخانه گرم. این چوکی هم اضافی اینجا. ایرم بالا میبرم دیگه. این گلک که در پیش پنجره معلوم میشه. ایر به جای از گلی که در بالا برده بدم به جای از آوردیم. این بسیار یک گلی خوشبوی و همونطور مقبول است. خدا کنه از پیشم خشک نشود. این هم بود از آشپزخانه بعدی پاککاری دیگه. دوستا خمیر کردم. خمیر من جوش آمد. ولی زغالک کردم ماندم. نان پخته میکنم
دیگه بعد از او باز یگان چیزا جور میکنم. نان چاشت میخورم. تا هنوز نان چاشت نخوردیم. تا که کار آدم جمع نشه دل آدم نمیشه نان بخورین. اما نانم و دیگه شیر سری اجاق ماندم. یک رسیپی دوستم روان کرده بود، اما قسمی جور میکنم و مزهش ببینیم که چه قسمی هسته. 2 قاشق بوره انداختم. دیگه چی مندازم؟ ایل مندازم و بعدش هم زعفران مندازم. اینی هم از موادای لازمش که من میگم. باز اگر خوشمزه بود خوبش بود. یک دفعه دیگه هم تو رو جور میکنم. از اول تا آخرش به شما میگم. اول برنج انداختم. دیگه اینال از اینی مندازم. یه هم خوب خوشمزه میکنه. برنج نیم پختک شد باز از این مندازم چون این زود نرم میشه. یعنی نیلوفر جان اگر خوشمزه بود باز برات میگم تا حتما باز جور که تا حال جور نکردی. هم زعفران اضافه میکنم. این باید اول ترک میماندم که یادم رفت خیره. ترک نماندم حال میندازم. دیگه چهارمغز انداختم. چهارمغز هم پودر میکنم. نصفش داخل دیگ میندازم. نصف دیگهش دیزاین میکنم برای مقبولیش. ولی واقعا خوشمزه معلوم میشه. دوستای عزیز جای شما خالی دیگه من نوش جان میکنم. خدا یارو نگهدار.